از نهادهای همبستگی با جنبش کارگر ایران صحبت خواهد کرد. بعدش رفیق امیر پیام صرف اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران و همچنین داوود آرام آخرین سخنران از ایران سولیداریتی صحبت خواهند کرد و 5 دقیقه آخر برنامه میذاریم که دست جمعی با هم دیگه شعار بدیم قبل از رفتن. خسته نباشی. با تشکر از کلیه سخنرانان و دوستان. امیر قربانی بفرمایید. دوستان سلام. من یکی از اعضای نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران هستم. من یکی از اعضای نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران هستم. من 2 سال پیش تقریبا در چنین روزهایی باز در اینجا بودم و از شعار زنده با سوسیالیسم، زنده باد آزادی، زنده با طبقه کارگر را فریاد کشیدیم با هم دیگر و اکنونم باز همون را فریاد میکشیم تا فردا که سوسیالیسم که جز حرکت طبقه کارگر نیست در اون جامعه و در سراسر جهان برقرار کنیم. تا اون روز این مبارزه و این فریادها ادامه خواهد داشت، کشیده خواهد شد، زندان خواهد بود، شکنجه خواهد بود، اعدام خواهد بود، ولی سر آخر پیروزی با طبقه کارگر هست، با طبقه ای هست که تمام امورات این جهان را اون طبقه تولید میکنن و به دست اون طبقه هست. اگر اون طبقه متحد بشه، اگر اون طبقه متعذب بشه، اگر اون طبقه متشکل بشه، از اینا آثاری نخواهد بود. من از شما دعوت میکنم به یه شعری که برای شما میخوانم، دقت کنید. این شعر در سال 53 از درون زندانهای رژیم شاهی آمد. اون رژیم ها سرنگون کردیم، این رژیم ها سرنگون میکنیم. در این دیار چه دست ها که از فرد تویی بودن در جیب ها پنهان میشوند. در این دیار چه انسان ها که شبها به افسانه نار به خواب میروند. در این دیار چه کودکان که حتی به پرواز پرندگان تابلو حسرت میخورند و در مرداب سکوت کفک میزنند. در این دیار ای بیخبر ای دوست، با من از عشق مگو، گل عشق زرد است. من به گل سرخی میاندیشم که عطرش همیشگی و تمامی فکرم و تمامی اندیشم ساختن بامی به ارتفاع تنهایی تا بر بلندی از آزادی را فریاد زنم. در دیاری که اندیشه کناست رقاصه مرگ خواهم شد و تو دلت می سوزد و در هوای انحصاری به سیگار انحصاری پناه خواهی برد و دستت اونقدر کوتاست که حتی به پنجره فریاد هم نمیرسد. ولی با این همه تا که بر پیروزی بخندد باید از من، باید از تو، باید از ما شروع شود. باید از من، باید از تو، باید از ما شروع شود. دوستان، اون سالهایی که این شعر آمده بود بیرون و ما زمزمه این شعر نیرو میداد به ما که مبارزه کنیم. رژیم شاه چون اعلام کرده بود من ژاندارم منطقه هستم و جزیره آرامش اعلام کرده بود، اون جزیره آرامش به هم خورد. این که دیگه هیچ، این که خودش به هم خورده. فقط لازمش اینه که طبقه کارگر متشکل متعصب بشه، متحد بشه. به این بستگی داره، به چیز دیگری بستگی نداره. سرمایه رو بازوی کارگره. وقتی کارگر آگاه بشه و بازو رو بکشه بیرون، سرمایه میروخه، سرمایه در هم میریزد، فرو میپاشه. این واقعیت تاریخه. این را خمینی جلاد، خمینی نحفم، خمینی مرتجع با تمام ارتجاج فهمید. روز اول ماه می 58
با سرمایه دارها برید کارگرهاتان رو دریابید. اگر اونا بلندشن نه ما میمانیم از شما. و واقعا راست میگفت، اگر کارگرها بلندشن نه از آخون، نه از سرمایه دار، نه از کراواتی، نه از قپدار، از هیچ کدوم چیزی نمیمانه. میدونن، همه ای رو میدونن، همه ای رو فهمیدن، رژیم همین رو فهمیده. هر روز اولم فهمید. برای همین بود که اولین گلولش بر سینه ناصر توفیقیان، بر سینه ناصر توفیقیان، کارگر بیکاره کارخانه مینو اصفهان نشست. این رژیم استقلال خودشا با سینه سوراخ شده کارگر جشن گرفت و تونست بگه من مستقر شدم. ولی کارگر مبارزه کرد و مبارزه میکنه، متحد میشه، آگاه میشه، در مبارزهش میفته، بلند میشه، نمیدونم شکنجه میشه، زندان میره، اعدام میشه، تبعید میشه، مثل من، مثل شما، مثل همه، مثل میلیون ها. ولی این مبارزه از درون اون جامعه سرمایه داری نشأت گرفته و تا اون جامعه سرمایه داری هست ادامه خواهد شد. بگید مرگ بر رژیم سرمایه در ایران. مرگ بر رژیم سرمایه در ایران. بگید تشکل، اعتصاب حق مسلم کارگران است. تشکل، اعتصاب حق مسلم کارگران است. آزادی، آزادی، سوسیالیسم حق مسلم کارگره، حرکت کارگره. آزادی، سوسیالیسم حق مسلم کارگر است. Long live freedom, long live socialism, long live worker movement in the Iran, in the world. ما یه طبقه جهانی است، هیچ مرد و هیچ ملتی هم Long live socialism. Long live socialism. live socialism, Long live socialism. long live socialism, Long live worker movement in Iran. long live worker movement in Iran.